این برنامه از دیگر برنامه‌ها به کلی فرق دارد. همون زن‌هایی که لب‌های خود را یا دیگر عضو بدنشان را بوتکس می‌کنند. با زیب و زینت دل بستن زیباتر هستند. بلوگر کی است؟ این در جامعه تاثیر خیلی منفی می‌رساند. همون امیدی که پیشتر بودید همون گونه هستید. خب ابی ما می‌خواستم که در چندین برنامه‌ها جواب گم در همین جا میگم که بله. فکرانی بهترین اندیشه‌ها را بهر مخلصان پیشنهاد کردید. سلام و درود میگویم به هر یک شما دوستان و مخلصان سامانه صدای امید. با شما هستیم فرحناز. بهر ذخیره علم و دانش و برای رشد تربیت نسل نورس و برای زندگی شایسته و قدر نمودن فرهنگ ما بهر هر یک شما دوستان عزیز برنامه را با نام ستاره راه تشکیل نموده. من فکر میکنم که این برنامه از دیگر برنامه‌ها به کلی فرق دارد. مثل برنامه‌ای که من پیش روی بودم میدونید نیست. نه که در این برنامه هر یک سوال و جوابی که میشود هم منطقاً جدی است و شما میتوانید که این برنامه را طریق سامانه صدای امید تماشا کنید و هر آن نفر که ما دعوت میکنیم در کدام سمت که نباشد، در کدام سمت که فعالیت میکند، چه هنرمند است، چه هنرپیشه است و اینکه بلاگر است و اینکه سراینده است و اینکه در یگان سمت دیگر فعالیت میکند، ما میتوانیم که هر یکی آنها را یک به یک دعوت نماییم و با آنها صحبت گذرانیم. من با باوری گفتم میتوانم که این برنامه میتواند که برای تربیت نسل نورس و برای ذخیره درست همین جامعه امروزه ما مساعدت نماید. و یک چند سوال ها را ما تیار نمودیم با صدای امید و من سوال ها را پیشنهادشان میکنم بهر شما جواب میگردانند. اکای امید، سرسخن شما بهر مخلصان عزیز، چون این برنامه ما از دیگر برنامه ها کلا فرق دارد، زیرا که برنامه وزمین هم گویم خطا نمیکنه. اگر اگم فکر و عقیده داشته باشید مرحمت. سلام بینندگان عزیز. با پیشرفت علم و دانش هر روز افقهای جدید مقابل دیدگان ما پدید می آید. وقتی دیدگاه‌های کمالگرایانه پررنگتر می شود، در زندگی و روش کار ما تغییرات به وجود می آید. خب توجه به این مسئله ها می فهمیم. اگر چیز بالاتر از زندگی باشد، پس آن سلامتی است. اگر چیز وزنینتر از مرگ باشد، پس آن بیماری است. سلامتی جسم بهترین نعمت است. خب شما را توصیه می‌کنیم با شرکت شفافرما داروهای گیاهی برای فربهی، خرابی، ریش، موی سر، پروستاتا، گمروی، گرده، معده، خنکی، نور چشم، ایمونیته و قوت کردن مردها، ورزشگران و برای تمام دردها تحویل یعنی دستافکا به تمام شهرهای روسیه. اگر شما از نام ما یعنی صدای امید دارو خریداری نمایید، حجامه در شهر مسکو رایگان یعنی به مبلغ گرفته می شود. نگفته نماند که در همین سامانه که صدای امید است در آمده پادپیسات سکنید و فکر و عقیده های خود را در زیر کامنتاریا نویسید. ما البته فکر عقیده هر یک شما را به نظر میگیریم. سوال ها را پیشنهاد میکنم. مرحمت. اکای امید، من زن هستم و میخوام که یکم سوالم درباره زن ها باشد. همون زن هایی که لبهای خود را یا دیگر عضو بدنشان را بوتکس میکنن، چی گفتنی دارید؟ هر کجایشون که میکنن همون جاشون بی‌مزه میشود. یعنی لذتش رو گم میکنن. در اصل خنده‌آور است، نه که حقیقت است. هر عضو انسان حسیات دارد. وقتی که زنها از همین داروها استفاده میبرند، حسیات بگیم کم میشود. من به عزت نفس یگم زن رسیدن نمیخواهم. یکی می در اصل همین است. من با کل مادر جان و اپا جان و خواهر جان گفتنی هستم که شما مرا درست قبول کنید. من همه شما را دوست می‌دارم. من در اینستاگرام، تیک تاک زیادی برنامه‌هام درباره زن‌ها است. یعنی قدر شما را من وصف کرده هستم. من دیگران را نمی‌دانم، راستی مرا دلم از همین چیزها غش می‌آورد. دخترانی که به رفتار و کردارشان اهمیت می‌دهند، نسبت به زن‌هایی که به زیب و زینت دل بسته‌اند، زیباتر هستند. من در اینجا گفته می‌توانم که 80% مردها دوست نمی‌دارند زن‌هایی را که بوتکس میکنن. سوال از جانب مخلصان:
چرا اکثریت مردم به فرهنگ بیگانه رو آورده ایستادند؟ سراول مفهوم فرهنگ رو کمی شرح دهیم، چون که وقتی که فرهنگ میگویی اکثریت مردم در حال سرود خواندن رو در نظر میگیرند. یعنی فرهنگ سرود خواندن و موسیقی زدن نیست. فرهنگ از نگاه علمی و مفهوم فلسفی یک مفهوم بسیار جنبه است که به مجموع ارزش‌ها، دانش‌ها، عرف و عادت، زبان، صنعت، دین، اخلاق و معیارهای اجتماعی اشاره می‌کند. در جامعه یا گروه آدمان وجود دارد. فرهنگ نه تنها تجسمگر عنعنه‌ها و طرز زندگی مردم است، بلکه به طور فعال و تشکل جهانی بینی و خودشناسی آنها تأثیر می‌رساند. امام غزالی میگوید فرهنگ بیانگر باطنی اخلاقی انسان است. اگر شخصی را خواهی که بشناسی، به فرهنگ و عملهای او نگر. وقتی که مردم از فرهنگ خود، تاریخ و عنعنه‌های خود بخبر میمونند و آن را قدر نمیکنند، پس رو به فرهنگ بیگانه میآورند که در نظرشون اون نو و جالب میتواند. اکای امید، کم کم سوالهای غیر موضوعی را داریم. به نظر شما بلوگر کی است؟ در جامعه چیکار کرده میتواند؟ بلوگر معلم، یعنی آموزگار. امروزها جامعه ما را بلوگران همچون آموزگار آموزنده ایستاده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی امروزها دیده ایستاده‌ایم اکثر بلوگرهایی که نوارهای غیر اخلاقی میکنند، این در جامعه تاثیر خیلی منفی میرساند. جای پوشانندش نیست. اکثریت مردم ما امروز از شبکه‌های اجتماعی استفاده برده ایستاده‌اند. من به بلوگرها گفتنی هستم که قدر انسانیت گم نکنند. شهرت بگیم که راه نادرست زود گذران است. اگر معلم در مکتب طلبه را حرف ا را نشان دهد، طلبه حرف ای را نمی آموزد. بلوگران هم فراموش نکنند که جوانها از آنها نمونه میگیرند. احترام به خود و دیگران را نشان دهند. تشکر زیاد، بهترین جواب. سوال دیگر، فکرتان درباره روزنامه‌نگاران چیست؟ شخصا من به همه روزنامه‌نگاران احترامی خاص دارم، چرا که آنها شب و روز در خدمت مردم هستند. مردم را از تمام اطلاعات با خبر میکنند. یعنی خدمتشان در همه سمت و ساحه میرسند. هم سمت ورزش، طب، مقصد چه سمت و ساحه‌ای که باشد، معارف. بدون ای کدام سبب من زیادتر به اینها احترام دارم. زبان تاجیکی مادری را از زبان ژورنالیستان شنیدن ممکن. بله، درست. احسن اکای امید. بسیاری شخصان میخواهند که سرگذشتش را شما فیلم گیرید. میگیرید یا نه؟ البته ما در خدمت مردم هستیم. چگونه که چند روز پیش فیلم یک طبیب را گرفتیم یک جویا با شما که روزهای نزدیک در شبکه نشر می شود. مثل این هر کسی که مراجعت کند، البته ما سرگذشت اونها را فیلم های کوتاه مدت یا اینکه دراز مدت میگیریم. بسیاری شخصان میخواهند که شما با آنها سخن تبریکاتی کنید. برای مادرانشان، پدران، زن، فرزند، دوستانشان بسیارتر روز زادروزشان را طلب میکنند. شما سخن تبریکاتی تیار میکنید؟ البته چگونه گفتیم که ما در خدمت مردم هستیم، ما همیشه هر چیزی که مردم بخواهد برایشان آماده میکنیم. دوستان عزیز، اگر برای شما چنین تبریکات ها لازم باشد، پس می توانید که به انا همین منیجری که رقم هایش در روی اکران های شما هست درخواست نمایید و ما این درخواست شما را اجرا میکنیم با صدای اکای امید. 4 سال پیش فعالیت شما در همین سمت یوتیوب در همه ساحه ها بود. یعنی که شما بسیارتر در ساحه اجتماعی بودید و هر سمتی که شما پیشه میکردید مردم اون را خوب قبول میکردن و حالا هم باشد همان امیدی که پیشتر بودید همان گونه هستید. خب ابیر ما میخواستم که در چندین برنامه ها جواب گم در همینجا میگم که برادران از گذشت ما دیگر یاد نآورند خوبتر است، چرا که من راستی اکثر ویدیوهای پیشینم من میبینم شرم دارم و نمیخوام. من میخوام که یک نوآوری کنم، جامعه در یک چیزی کنم که آینده همین خدمتش رسه. بله. من فعالیت من پیش بود، بله مقصد ما یگان شخص به یگان راه بدی دعوت نکردیم، اما اکثریت کارهای من خطا بود. وقتی که من در یک جای پستی غلطیدم، از او روزا یاد کردم و شرم کردم که من همین کارا را کردم و همین خیلی برنامه ساختم.
الحال میخواهم یک برنامه‌های سازیم، یک پیشرفت کنیم که هم به خودمون فایده شود، هم به جامعه فایده رسونیم. چون میگن که نه به کسی ضرر برسون، نه از چیزی ضرر ببین. بله. میخوایم که فایده رسونیم، فایده ببینیم. یک جهان تشکر زیاد. اکای امید میگویند که از برادر ده دوست باید با ما نزدیکتر باشد. با دوستی باوری دارید؟ راستی دوستی چند نوع می شود. دوستی است به خاطر مال است. بله. دوستی است به خاطر خدا است. دوستی است به خاطر کار است. دوستی خود در این زمان بگیم هر نوع می شود. بله. من 100% گفتم میتونم شاعرهای پیش اگر حالت دوستی امروزه را ببینند درباره دوستی هیچ وقت شعر ایجاد نمی‌کردند. الحال بگیم دوستی نمونده است. خیلی کم است. دوستی که تنها به خاطر خدا قطعی دوست است. این خیلی کم است. بگیم که اگر من 300 تا دوست داشته بودم، حالا 2 تا یا 3 تاش موندگی است. تصور کنید که الکی این حساب هم نمی شود. حساب کرده را نمی شود. من درباره دوستی یک چند مصرع شعر میخوام اینجا بخونم. مرحمت. نمی بخشم کسی را که در حقم جفا کردند، همانهایی که حقم را به ناحق جا به جا کردند. دلم خون است از دست عزیزانم نه از دشمن، نمیدانی عزیزانم بر قلبم چه ها کردند. زدم بر سینه‌ام سنگ کسانی را هزار افسوس، میانی لشکری از غم مرا تنها رها کردند. اکای امید اگر همه سوال را ما در شما بتیم دیگران میمونند. جا میرسیم به فرجام برنامه. خوش آمدید یک بار دیگر. تشکر. بهترین فکرانی، بهترین اندیشه ها را بهر مخلصان پیشنهاد کردید. زنده و سلامت باشید. دوستان عزیز، این بود برنامه ستاره راه. در برنامه ما کیها را میخواهید که ببینید در زیر کامنتاری نویسید. دوستان عزیز، تا برنامه های دیگر